خاطر توحید زندگی میکنند. به کسانی که به خاطر توحید زندگی میکنند و به خاطر توحید میمیرند، شهید میشوند. کسانی که حق توحید را به جا آوردند، آموختند، دعوت کردند، نصرت دادند، کسانی که بی‌طرف نبودند، در مبارزه حق و باطل بی‌طرف نبودند، کسانی که در این دنیا حرکت کردند با تمام مشقت‌های این دنیا که توحید خود را حفظ می‌کنند، در روز قیامت توحید موحدین برای موحدین فایده خواهد داد. در روز قیامت توحید موحدین سبب نجات موحدین خواهد بود. و از الله دعا میکنیم و طلب میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را در راه توحید با فهم و علم، با یقین ثابت قدم نگه بدارد.